برادرها در آخر راه اومدیم نه گفتیم به فایده روز نگذره همین تروبا را کشیده دیم یاد داره رو سمین کردیم سرای تروس آهن زدیم تروبا را کشیدیم او گذروندیم او همه او گلره را های بالا وردیم گذروندیم او دادیم فرم بود شد روز کمتر تروس مغاز داده گیه تروبای خیزده گیه اک وقت یخنی سر شد ای طرف ترما میوید ترما میوید میزنه یک سال نگرفتیمش چند تروبا شکست یا ترما مایده کنه داره سال گذشته گرفتیمش ترما زیاد اومد ای در او طرف دن کم نشد این سال هم مردم هایی گفتیم بیوین میگیم بکشیم گیریم این تروبا رو بزنیم باز باید سال دیگر سال دیگر با بهار باز میمونیم که همینجا اون شرکبه شده همه را یخ کرده در وقت کشیدیم این تروبا سر به سر دارن وقتی او نمیره باید او که رفت تروبا از این میشن پخت میشوند بعد یک جدا میشود جدا شد رفت نه 30 سانتیمتر دیگر جدا است اومدم او هم خیلی میرفت دسته بعد یک کمری زردگی داشتیم کمره وارم نه در گرد هم پیچونم و بند بستم او گذشت روز نگذروندیم کلاو نمیپرید حاضر بود مایدهش بیاد خیلی زیادی ایسی میپره بچه کانال ما کانال فراغتی تربیوی است تو باید من نکنیم فقط کانال در برای حیات زندگی دهات حیات زندگی خودم چخیل یک آدم در دهات باید زندگی کنه چخیل باید کرد که زندگی پیش بروه کانال در همین بوره بعضی ها میگن پریکول نداری این نداری و این نداری بچه ها حیاتی ما خودش پریکول های حیاتی ما خودش خوشبختی حیاتی ما خودش پرابلم های خودش مشکلی خودش داره همه یک جوی هست مقصد ای که رفتیم کوگور تماشا کردیم بلو رفتیم گشتیم مدیم کوگور تماشا کردیم گشتیم مدیم اینجا گفتیم که روز مو فایده نگذاره بیکار نگذاره ساعت خودش یک شدیست است مردم رو خرید کردیم بیایه همین تروبا را کشیم گیریم خیلی میگن پاپوتی کشیم گیریم با رفتن گیریم یه خیلی که برادرها بسیاری رو میبینم در زندگی همراه خودم آدمایی که مثل خودم مردم دهات وقتی بسیاری خودشون در بیکاری میگذرونن میبینی که در یک مکان شدن چخشق دارن میره گپ در هر بوره که تیمه را کشوله کنی در همون تیمه گپ میزنن نیکی ما خیلی نه یک جا رفتیم های پای کار میگردیم نیم های پای کار روز در نظرم همین خط تیز میگذره که بگه میشوه این کاش که بگه نمیشد شب خوب نمیبوره با سحری بر وقت میخیزیم ساعت 4 5 روز نوشیده این طرف اون طرف میگردیم تا روز میشوه میگرده که بگه شد مقصد که در دهات همیشه باید حرکت همیشه نیست وقتی خطه روزی خطه تقسیم کن که مثال گرد نیست 8 ساعت خوب 8 ساعت خوب رفت 8 ساعت ای پای زندگی بخیز بسته برای تو 8 ساعت دیگرش گرد نیست غیبت چک دیگر لیکن زیادتر اگر بجمعی نه همه فایده خطه ای رویو که میره در سر شوره یا در یکون پیتاچو بگونی میشی چک بینی ای بهترش که یک پلان بکش بای روزی دیگر بای پگاه همو پلان تا امروز اجراش سر بکن پگاه دوامش بده که کار بیشه میگن که در دهات نه برادرها آدم اگر که میان داشته باشه اگر که سر داشته باشه اگر که جگر داشته باشه در هر کجا که باشه روزش شاهانه میگذره برای همین برادرها خیلی زندگی در تاجیکستان هم میدونیم کمتره دریافت پول کمتره لیکن حرکت کردن نکار ما میگیم که پول نیست نمیگیم پول نه پول هست از پای پول بخیز میویش به هر حال یک کار قبیلی که نشید دیم شه بخواب دیم شه نشید سیم شه بخواب اینم خیلی برداره یکی همیشه در حرکت بودن خوبه ولی برادرها
نمیگم که این شما خصوصا شما هم کلی نگه کنید اطرافتون همین خیلی بعضی ها شب دیر خوب میشن که پگاه دیر بخیزن این قابل قبول وجود انسانی نیست قابل قبول ذهن انسانی نیست انا برای همین برادرها هرچند دیر خوشی بود سر بر وقت وقتی مایده بودیم مادرم میگفت که اگر کسی بر وقت بخیزه یک لنگی مر پختگی در همون زندگی باز نمی چیزی دیگر در بیرون در فلان زندگی حرکت میکردم بر وقت بخیزم میخیزم نیست میگفتم دوچه چی بخیزم بر وقت نیست میگفت بعدی میخیزم رفتم خودم یکی مقصدی پیران دیگر بود بعضی ضرب المثل بعضی قانون ها رو وردادن که فلان کار نکنه بالا فلان کار نکنه از میگه که و یا این نودونی شدن نه برادران همین خیلی با یک حیله میکشیدد بر راه راست امورا میگه بعضی فکرهای دو هم هست در موبایل نادره یکی نه میگفتن که سر بخیز یک لنگی مر پختگی هم جماندگی هست میخیستم نیست سر بر وقت میخیستم نیست میگفت دیرتر خیزی مقصد که با همین خاطر اگر 10 بار بخیزی 10 روز عادت میکنی سری بر وقت میکنی یا برادر عزیز مردم هم یک تا نیم تا پیداش نیستن بیایم میکشیم ترباره میگیریم با چرچر کنیم امسال درمناش پرش سنگ یخ همه چیزشون نشید چی کردن خوب؟ اینه گرفتار شده خوب. یخموس والله ولی اینجا بسته با یک شده میشم.